مثال 5 صفات در یک جا ذکر میکنه که خیلی زیباست. یکی است که میفرماید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمود برای احد جایز نیست که از قول من فتوا بده تا زمانی که مأخذ قول من از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم نمیدونه چیست. یعنی قرآن و حدیث وقتی که موجود است اجازه نیست که شما از کسی دیگه باز فتوا میگیرید. یک. دوم، و اذا صح الحدیث فهو مذهب. هر حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مذهب است. چرا؟ من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت رسول الله در حقیقت اطاعت الله متعال هست. و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر به سوره نجم آیت 3 و 4 سخن رسول الله و حدیث و قول و فعل او وحی است. از سخن هیچ مجتهد و دانشمند و فیلسوف و محقق نمیتونه جاگزین وحی باشه، نمیتونه برابر به سخن رسول الله باشه، زیرا که رسول الله در نبوت خود هیچ کس شریک به خود نداره. پس چقدر یک سخن طلایی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته و چقدر در فن حدیث خیلی خوب بوده و چقدر خوب حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مفاهیمی و مطالبی و احکامی و قواعدی و میدونست که میگه و اذا صح الحدیث فهو مذهب. اگر هر حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر موردی که فقط مذهب است. مذهب به معنای راه یا روش است و راه است. اگر شما سخن مرا به سخن رسول الله جنگ بدین به این معنی است که من نبی درست کردین رسول الله را شاگردین. پس این از لحاظ عقیده کفر است. چون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دانشمند بزرگ در عقیده توحید و ایمان سلف و خیلی شخص مدبر در مسئله عقیده. امروز اکثر مردم در عقیده پیرو امام ابو حنیفه مولا نیستند، پیرو ابو منصور ماتوریدی هستند. در مذهب حناف دو امام بزرگ است، یک ابو منصور ماتوریدی است که اشتباهات مواقعی هم داره، یک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. مردم در فقه از ابو حنیفه رحمه چی میکنن؟ پیروی میکنن و در عقیده از ابو منصور ماتوریدی که هرگز عقیده با عقیده قرآن و سنت و امام ابو حنیفه برابر نیست. سوم چی میگه؟ هر عمل که از قرآن و حدیث و اجماع صحابه اسناد او، دلیل او، حجت او، صحت او، حکم او ثابت شد بروی چشمان ما پذیرفته نیست، هیچ گپ نداره. پس این حکم است. خیلی خیلی انصاف خوب است. واقعا خیلی شخصیت زیبا بوده که این رقم ارشاد داره. چهارم میگه هر عمل ما که خلاف قرآن و سنت فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. هر عمل ما که خلاف آیات، خلاف حدیث، خلاف اجماع صحابه ثابت شد او از من نیست، برو به دیوار بزنید. دروغ‌های خود، خرافات خود، اشتباه خود، غلطی‌های مردم را نسبت نکنید. پنجم می‌فرماید تمام دانشمندان اسلامی دانشمند هستند و علم و تقوا و ایمان و عقیده‌شان احترام دارند که موافق با قرآن و سنت و دین باشد. من یک دانشمند هستم، اما در برابر آیات الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و روش صحابه کرام و دانشمندان امت من هیچ دلیلی دیگه ندارم. دیگه اگر هر مسلمان یک کمک محقق باشه، منصف باشه، همین قدر حکم شریعت بپذیره و امر الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم را قبول بکنه، واقعا دیگه از این رقم سخن طلایی و زیباتر دیگه در بین دانشمندان امت دیگه کم پیدا میشه. الله متعال جل شأنه به ما شما توفیق بده. من واقعیت زیاد صفات و اوصاف امام ابو حنیفه رحمه الله که از تحقیقات علمی خودم است بسیار در ذهن فکر و قلبم زیباست. چرا؟ که یک در توحید خیلی حساس و جدی بود، یکی در مسئله جهاد و قتال و تطبیق حدود و شریعت و چیز بسیار جدی. اما امروز بسیار مردم هست که در نماز و روزه و ذکر و عبادات اینا خود حنفی میگه، ولی ما حنفی هستیم، اما در مسئله سیاست و نظام میرسه باز میبینی که مذهب از روس داره، از طواغیت پاکستان داره، از نظام پاسداران طاغوتی ایران داره، از سازمان بین الملل داره، از جامعه جهانی داره، یا هر روز به پیش جامعه جهانی گردنهاشون کج هست گدایی میکنن و خود ذلیل میکنن. و از 520 آیت احکام زن طلاقیشون داری 10 آیت خونده نمیکنن درباره حکومت داری اومد. از 1000 آیت که درباره جهاد و قتال و دشمنی بزرگ با کفار و طواغیت است 100 تاش با آدرس، با دلیل، با ترجمه نمیفهمه. یک نفر که به فهم قرآن مشکل داره، به فهم حدیث مشکل داره،
به کجا باز معیار اعتبار می باشه که او پیروی یک دانشمند او بکن و دانشمند هم واقعا از این تو جوهرهای هیچ توقعی نداره. پس امروز بسیار از چیزها آمدن مردم خرافات و بدعت‌های خود به اون زیبا نسبت کرد. در صورتی که مذهب حناف یک مذهب است اما 13 گروه این رو در تشکیل شده که یک گروه دیگه گروه تکفیر میکنه، یک گروه دیگه گروه کافر و 13 تا خود حنفی میگه. حزب التحریر حنفی است، جهاد و قتال را رد میکنه و هزار آیت قرآن اختلاف داره، اما دیوبند میگه کافر است، مرتد است. جماعت تبلیغ حنفی است، میگه فقط ما درباره دعوت گپ میزنیم، ما درباره سیاست و نظام حکومتداری گپ نمیزنیم. حزب التحریر میگه کافر است. چرا؟ که از 520 آیت قرآن بیزداری کرد. از 520 آیت قرآن کسی بیزداری میکنه، کسی میگه به سیاست کار ندارم، به سیاست کار ندارم، این به دست حکومتداری پیامبر کافر است. دوران مدینه پیامبر مسلمان نیست. مثلا همین بیراویلا میگه که ما کمک و توسل به مرده ها و قبرها میکنیم، باز یک بخش دیگه حنفیان رو تکفیر میکنن، کافر میکنن. همین قسم کتلاهای خیلی زیاد تعددی گروه، اما اینا همه چی میکنن؟ از این نام یک شخصیت خیلی بزرگ استفاده غلط میکنن. در صورتی که قرآن و سنت خود بفهمیم و روش دانشمندان امت بفهمیم، باز کل مشکل حل میشه و شخصیت دانشمندان امت اسلامی مثل امام ابو حنیفه رحمة الله علیه داریم، شخصیت منصف و محقق و مدبر بودن، چنانچه که از ارشادات و از اثراتی که علما و دانشمندان در مورد اونها نقل کردن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چقدر زیبا میگه امام ابو حنیفه رضی الله عنه عقیده توحید تعریف میکنه، دارای خیلی عقیده خوبی بود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وقتی که شما کتابای او را میخونید در مورد امام ابو حنیفه رحمه الله اوصاف میشنید، تعجب میکنید، حیران میمونید که اون امام ابو حنیفه کی بوده و این مردم این کارهایی که خود به اون نسبت میکنن اینا کی هست. الله متعال توفیق بده که ما مناقب دانشمندای امت اسلامی تابعین و تابعین یاد بگیریم، بفهمیم و عمل